نشر تصاویر کاملا برهنه و غیر قابل باور غزال عنایت در کشور دبی. غزال عنایت با چه مقصدی به کشور دبی رفته است؟ دلیل نشر این تصاویر غزال عنایت چی بوده است؟ آیا غزال عنایت به بار دوم با مرد ایرانی ازدواج کرده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان با شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. غزال عنایت هنرمند موفق، خوش صدا و جوان کشور است که بیشتر از 10 سال می شود برای هنر موسیقی در افغانستان خدمت‌های بی‌بدیل خودش را انجام داده است. غزال عنایت جدیداً سفرهای بیشماری به کشور دبی داشته است و در آنجا در محافل خوشی هموطنان افغانش اشتراک می کند. این روزها تصاویر غزال عنایت در صفحات مجازی نشر شده است که گویا وی با یک مرد ایرانی ازدواج کرده است، اما تمامی این تصاویر شایعات می باشد و حقیقت نداشته است. غزال عنایت در جریان ثبت آهنگ جدیدش برای روزهای عید می باشد و این تصاویر هم کاملا از جریان ویدیو کلیپ این آهنگ نشر شده است. اما تصاویر برهنه غزال عنایت این روزها در صفحات مجازی برایش دردسرساز شده است و غوغاهای بیشمار را ایجاد کرده است. اما غزال عنایت بیان کرده این تصاویری است که من آن زمان تازه به کانادا رفته بودم، ولی اکنون از کارهای غیر اخلاقی توبه کردم و فکر و هوشم فقط برای هنر موسیقی می باشد. ولی به هر صورت هر کس خودش می داند و زندگی شخصیش که چگونه زندگی کند، با کیها در رابطه باشد و یا هم نباشد. ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی، سعادت و موفقیت برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت لایزال خواهانم. دوستان و همراهان همیشگی هم شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان غزال عنایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان آرزو دارم. تا درودی دیگر امیتان را بر لای منان میسپارم. شاد و موفق باشید.